بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت دوستان عزیز. انشالله که هر جا هستید جور صحتمند باشید. خب دوستان، امروز آمدیم قمغی به سفارش یکی از دوستان عزیز از ما، سلطان چمران بولیم موشه، خواهش کردن که یک دانه فیلم از قمغی بگیرن. خب میخوایم همین خانه رو بلدش معرفی کنم، کسایی که درش در وطن نبوده. یعنی این خانه رو که میگیرین خانه کربلایی رئیس قمغی عطی حبیب، دیگه بغلش از لالهش کربلایی جعفر. این طرف هم که این خانه وجی الظفر از که فعلا خودگانش نیست. خانه عرب جان عرب را خیلی دوست دارم واقعا، خیلی بچه گلیه. و طرفش خانه آقای مرزایی هن. سلام علیکم. من دانشون رو دکتر مطل کن یک دقیقه. جور باشه. از کجا آمدین؟ از مکتب. مکتب صنفی بودی یا آخوندی؟ آخوندی. خب دختر از کی تو؟ کلک سرده؟ دختر سلطان. چیز نام داره؟ زینب. تو دختر از کی؟ دختر خلیقت. خب چیز نام داره تو؟ زینب. تو آردوشم زینب نام دارین؟ آردوشم یک نیمه این دیگه. خب برین بخیر دیگه. خب اینجا خانه آقای عرفانیه که قشنگ باغ جور کرده. اینجا سیب رقم گل شنده. فضای پیش خانه خیلی قشنگ جور کرده. اینش خانه خدا بیامرز آخونه دیگه، فعلا خالیه. یعنی خانه ایساخ کی کفیله، بچه‌ایشی آقای نیازی که میگن. یه این طرف موریم. خب رسیدیم دوستا در خانه جمعه خان رهبر. خودگانش فعلا مسافرن، به یاد خدایه. خانهش کی میشه؟ هتل آقا از الاودال دامت شه دیگه. اینی هم که خانه آجی جمعداره، فعلا خالیه. در نظریم خالیه، نه؟ یه خالیه فعلا. در دستی کی دیگه؟ انزی هتل آقا ازیا یا هم کلن چندین سال میشه که مسافرن. یعنی آخرین خانه دمی آخر قوله دیگه، درسته؟ بعد موریم در بلو خانه کی؟ عطی محمد که آقای سلطان چمران سفارش داده فیلم قمغی هم بیدیم دیگه. برم از خانه شم یادنه چخواه فیلم بیدیم. خب دوستا رسیدیم پیش خانه عطی محمد. برم یه فیلم از پیش خانهش بیدیم دیگه. فکر از پشتی بام از یام قمغی هم زیر نظر هست فیلم بیدیم. خب بالا اینی هم خانه شم دیگه شده چندین سال میشه مسافر بوده و در خانه نبوده. از دیل سالی ما نابلگی بود بخی من داشتم نفس نیزم. آبی محمد عطای مندان چی خوبه؟ جور باشتو منش خوبی؟ سلامتی جانمان جور بخیری؟ خوبه؟
شکر الحمدلله سلامت باشین. نوسگو خوبه؟ شکر دیگه جامان خود خوبه؟ شکر فضل خدا. مسافر رو زنگ میزن خوبن بخی؟ شکر بخی. بلگونین. شکر خوبه. شکر تای. خدا رو شکر. خدا رو شکر شکر. روی بچهای تو. ما دیش تا تورم گوش نکردم از نزدیک گفتم بایم خیر کنی. یک دیدن کنم دیگه. بولیم گفت که برو از خمگه یک دونه فیلم دیگه. الله نادی رسوش بچهای خدا. دیگه او هم بنده خدا خیلی سال میشه نه از وطن دوره. 12 سال میشه. نیم سال 13 میشه. 13 سال میشه. 13 سال هم یک عمر یک آدمه. وای خدا بزن. کدام آدم 13 سال عمر خورده؟ با خدای من. واقعا سخته مثلا در مسافری نه؟ آره بیرار بکی. دیگه خب چیزی که خیر باشد. چیزی که خیر باشد. آره. چیزی که قسمت طالع چیزی باشه. که قسمت باشه. بازم خدا رو شکر که امروز منطقه خلاص شد رفت مقصد رسیدک. آره بیرار بکی. آره. خدا شما رو هم نگاه کنه. همین روز گسبا رفتم یک دونه فیلم اشتم. اولین نفر همین بولیم گفت که بر از خمگه هم یک دونه فیلم دیگه. آره امزابی بدگیم بره. آره بدگیم آبای نادر از دیگه خدا بولیم را نگاه کنه دیگه. اون دیش در وطن نبوده. دیلش بلده وطن بخی خیلی موسیزه. آره بچه کدام مسافره که دیلش بلده وطن نموسیزه. آره کدام دو سلام اگه دیشتاشی بلدهش بگی. آره سلام علیکم ای بچه جان تو فیلم از برمانی میگری. خیره هویه نکن. ما هم دیل ما غریب میشه. ما خیلی دیل نازک دارم. تو من خدا خبر بچه نمیشه. خدا تو رو مبردی همونجا خدا تو نگاه کنم. بچه خونده نان گیری. بچه خونده نان گیری. یعنی رخم بیدار بکی. خدا تمر و عمر بده. کی سلطان جان رو خدا همونجا نگاه کنم. زازای خبوره. خونده یک لبی نان که نابیدار بکی. آره یال بخیر در مقصد رسیده دیگه. نگران نباشین دیگه. اینی رقم سلام قدر خودتن بگی خود. علیکم من سلام بیرسده باچه من. همین خوب اونجا بیسته طوره میگه. آره اونجا فیلم رسایل نه دیگه. خود گونش همین صدایت هم میشنه فیلم رسایل نه. یا ما این از خمگه هم دو بچهش خدا عمر بده. آره دیگه از خمگه هم فیلم میگم. شیری سفینی پشت پناهیدش نه بچه. خدا گوری آتیت پشت پناهیدش نه. اون مور خمسته بیرار بکنه. خود سلام قدر دا باچه بیسته. اتم رو خدا عمر بده. خدای شکر که رفتیم زاستان خونده یک لبی نان که دی همونجی جگک دی. خدا اتم رو عمر دراز بده. خدا دو بچهش دعای مستوشنه. دعایم رو از توشنه بچه. دعایم از سلطان ممشونه که سلطان جان شاید بخیره که تو پی پیدا کنه که بای بخواه بخون. انشالله مایا انشالله مایا. باید بیدار بکنه خوب. و هم داروزی نمزیه که وطن یک دفعه برن. ولی خب بعض وقتا مجبوری پیش میاد آدم نمیتونه دیگه. دیست خود آدم نیسته. دیگه چون عکسای خانه‌اش رن بگیرم نترکم. از پیش خانه هم فیلم گرفتم دیگه. مرم از بله دیوال هم همین قمغیر هم فیلم میگرم. بیا دیگه اینجا رو بیا. خب از اینجا راه هست؟ خوبه. راه هست بچه که راه کورش نخوبه. تیر مورد راه. خب دوستان عزیز اینجا قمغیر دیگه. منظره قمغیر اینی هم گاو بند دیگه. به اصطلاح گاو مال هم اینجا بسته همدادم بخوابی محمد بنده خدا خیلی دیر میشده بچه خوبش نگذار سلطان بولیم را 12-13 سال میشه دیگه. ویه که ما را بخی همیتر وقتا گرفته ایمال در بله دیوالی سلطان بولیم دیگه. در آن فیلم قمغیر در آن میگم و بیش همین در تیلو در سری بارنده ایستایه. خب دوستان عزیز شما اگر کدام سفارشی پیشنهاد هر چیزی که دارید میتونید در کامنت بلدیم بودین. از هر جایی که میخواید بلدهشون فیلم بگیرم انشالله که مرم بلدهشون هم فیلم هم میگیرم.
اینجا خانه صمد محمودیه که خودگونش فعلا تشریف ندارن، همسایه میشه از مال سوین دیگه. بیشتر از این اجازه ندارم داخل برم. امی خواستم همزی فامیل از اجازه گرفتم، گفتم فقط پیش خانه را فیلم دیدم. یه مرم تایلو خانه آقای یعقوبی، داوود یعقوبی، فامیلش دنزل یعقوبی. ما دقیق خبرم ندارم، یادم رفته به هیچ دیر شده در وطن نبودم. یه آب چشمه که از بال میه فعلا دمی حد آب است. این درخت ها را که میگیرنین تودا را یا خبر ندارم دیگه، تقسیم از کدامش از کدام خانه است دقیق خبر ندارم. این هم خانه داووده. اینش به هیچ زن رفته خانه اسکی و خدا درش داده قمقای نمدم. خب کسایی که مسافرن از این خانواده فیلم های خانه خواهی میگیرنه، انشالله که دلش شاد شنن و همشی از دلش بور شنن. قمقای یکی از آرامترین جای، خیلی میتر آرامیش داره، از سرصدای موتر دوره، از شلوغی شهر میتر. واقعا مردم های خیلی خونگرم هم دارن دیگه. یعنی طرف هایش هم که خانه آقای قماندان دیگه، قماندان میگفت دیگه خانه حسین عبداللهی تینه طرف شه که همسایه داخلش هست دیگه، نمشه که برم خانه شی پیش خانه شی. همزی پشت خانه یک دانه عکس میگیرم فیلم. یعنی تیلور که میگیرنین خانه از جمعه یا مزامین بچه کابل و شوکت، سه برادر. این طرف هم که مسجده که قومهای والا در این مدت چند سال پیش مسجد جفتن. موقعیت که دمی تاینه سر قومهای هر کس که دیرش داده قومهای نمده. این هم مسجد قومهای. پشت سرسی خانه کرلای زفره، خودگانشی فعلا نیست، همسایه کی میشه؟ کرلای جعفر. خب دوستان عزیز، این از منطقه قومغای همدو لحظه که وارد همزی منطقه میشی، اولین چیزی که توجه آدم رو جلب مونه سکوتی آرام و دلنشین اینجایه. نه صدای موتر، نه شلوغی شهر، فقط صدای باد که از میان درخت ها تیر میشه و گاهی آواز پرنده ها که فضا را زنده تر میکنه. در اطراف از این منطقه کوه های بلند و سوار دیده میشه. دامنه های از این کوه ها پوشیده از سبزه های تازه است، مخصوصا در فصل بهار که همه جا رنگ سبز زنده میشه و چشم انسان را نوازش میده. هر کمی پیشتر بری یه دریایی که از دل کوه های
مناطقهای بالمه که سمت راست طرف کمرک که آب کمرک واقعا خیلی تمیز و شفاف، خیلی میتر آب گوارا. سمت چپ که بری آب المیتو و مالسوه، واقعا بری لب دریا سرصدای آب و همی شرشر آب خودش یک موسیقی طبیعیه که دل آدم را آرام مونه. خیلی ها فقط برای شنیدن همین صدا ساعتها در لب دریا و جوی میشه و شنیدن صدای آب لذت میبرن. اینجا درخت‌های خیلی قدیمی هم اینجا هستن که در گوشه کنار دیده میشه. بعضی هایش که سالهایی که هستن، خیلی هایش هم زیدن، خیلی هایش هم سری پایه. از جمله دمو قلتوقه اغیل خود از دسترکله اینجا هم پایین رو میگیرنین. درختای قدیمی و درختایی که یک نسل دو نسل پیش شدن. همین درخت های که تابستان مردم در زیر سایه همین درخت ها مردم از این منطقه استراحت مونن و چای مخورن و از زندگی ساده خو لذت میبرن. هوا اینجا واقعا فرق داره، پاک و خنک و سبک. وقتی نفس میکشی حس میکنی جان تازه میگیری. این همان چیزی است که در شهرها کمتر پیدا میشه. زندگی در این طبیعت فقط دیدن نیست، حس کردن است. صدای پای حیوانات، حرکت آرام گوسفندها، دواغیل و کار روزمره مردم که با طبیعت هماهنگ است. همه اینها یک تصویر واقعی از زندگی روستایی را نشان میده. وقتی آفتاب کم کم غروب مونه، آسمان رنگ‌های عجیب میگیره، نارنجی، سرخ و گاهی هم بنفش میشه. این لحظه ها واقعا تماشاییه و آدم دوست داره زمان برای چند دقیقه متوقف شونه. شوقی میشه آسمان پر از ستاره است، آنقدر واضح و نزدیک که انگار میتونی با دست لمسشان کنی. سکوت شب همراه با صدای طبیعت یک آرامش عمیق به آدم میدهد. این روستا فقط یک مکان نیست، یک حس است، یک آرامش واقعی، یک یادآوری از این که زندگی ساده چقدر میتواند زیبا باشد. اگر شما هم روز از شلوغی و خستگی زندگی شهری خسته شدین، همین جای بهترین پناه است، جایی که آدم دوباره خودش را پیدا میکنه. خب دوستان، این بود از ویدیوی منطقه قمقی. اگر شما هم از این ویدیو خوشتان آمد، اگر دوست داشتید، حتما حمایت کنید، ما را نظر بدین، با دوستانتان شریک بسازین. انشالله ما ویدیوهای بعدی را بلدشم در آینده نزدیک مرم از جاهای مختلف میگیرم. شما هم از نگاه سبزتان ما را فراموش نکنین. همینجا همراه شما دوستان عزیز خداحافظی مونم و تا ویدیوی بعدی خداوند نگهدار شما باشد.